چنانه در آغاز برنامه هم گفتیم بعد از عملیات نظامی در خاروغ که با طلبی به مقامات سپردن گمانبران قتل گنرال عبدالله نظروف آغاز یافته زیر 70 کشته به جای گذاشت، اسم برخی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک زود در رسانه‌ها پیدا می شود. یکی از این فرماندهان محمد باقروف در صحبت اختصاصیش با رادیوی آزادی گفت که طلب اساسی آنها همچنان خروج هرچه زودتر نیروهای دولتی از بدخشان است. نخست از جناب محمد باقروف پرسیدم که همین حالا در چه وضعیتی قرار دارند. نه شب خواب داریم و نه روز راستی گفت واجدانیم که یگون بلوی دیگر می شود، چون که بعد از همین کاری که با قماندانمون نظر کردم منم جداد دارم که یگون بلو میکنن. ما هم جداد داریم می توجه نلیکم شیطی. ببینید آقای محمد باقر، در مورد کشتار امام نظر سر و صداها گوناگون است. حتی گفته می شود که این کاری نفران خود اوست. نه این کار حکومت او امام نظر همین خیلی برای چی؟ یک مردک بزرگوار بود، خورو اما ما وای را گوش میکردیم. او در خاروغ به صاحب همین که چوپا نکشتن گوسفند خودش میرود. نه خطا کردن، ما به صاحب نیستیم و نمیمونیم، نخواهیم موند. با شما نمایندگان مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نیز سوال و جواب کردند؟ از شما چه ها پرسیدند؟ مسئله همون گنرال است که کشتن وای را. دوم همین میتینگ، سیوم گویا خلگانی کردم. اونو در مزار داریم، همین طرف برخورق میوی اونجا مزار، همین سلداتو مزار در خوب کردن. من اونو را پیش کردم، از اونجا گنویم. من جبر دیدم که من پسرم کشتن، دومودم کشتن، هم صنفم کشتن. امام نظر برای من همچون پدر بود، وای را کشتن. من جبر دیدم، لیکن همین نمیدونم این خیلی قانون تاجیکستان دارد. عذر من یا افنیایم خیلی من غم و غصه ندارم. آقای محمد باقر، ببینید قرار است همین نزدیکی ها رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان رود. خب شما چه انتظاری ها دارید؟ آیا با شما نیز ملاقات خواهد کرد؟ شما را به حضور خواهد پذیرفت، یعنی قبول میکند؟ میاید بعد میبینیم همین چی نیست. خیلی قبول میکند نمیکند ما خیلی بیاید بعد میبینیم. لیکن خلق بدخشان ما ناس نموگت نکلین استاوید نکاگدا в жизни. همین را باید بفهمند و بدانند ما خوجند و غرم نیستیم. ببینید فرض کردیم اگر این ملاقات برگزار شود، شما کدام شرط و طلب پیشنهاد میکنید؟ بذات الله طلب و شرط شما چی خواهد بود؟ تیستر همین گنرالای خود را کدام کلخوز گرفته تمام کلخوز آنو را سپورد. در این حادثه ها شما و طالب و یادگارم گناهگار اعلام کردند. وقتی با رئیس جمهور اگر همین گونه ملاقات با شما صورت بگیرد، شما شرط های در مورد تقدیر خودتان هم پیشنهاد میکنید یا نه؟ تقدیر من حالکه من خلق خود را نکاگدا в жизни نمیمونم و نمیمونم که یگون کس همین بدخشان باید همین خیلی تیر پرانه میر پرانه کنند. ببینید خاک بدخشان یک پاره خاک تاجیکستان هست و مثلا حکومت هم که اگر نیروهایش را داخلی خاک بدخشان کرد، داخلی خاک خود تاجیکستان کرد، فکر میکنید برای چی آنها بیرون برآورده شوند؟ یعنی آنها در اونجا ضرورت ندارند که باشند؟ ضرورت نیست، آنها خلق را از درجات میکنند. همین زمین فروشه را هم بس کنند. این زمین بدخشان زمین پدر اونو نبود که اونو را فروشند خطایوده. حاضر شما زبانتان چیه؟ رتبه حربیتان چی هست؟ پلکوبنیف. صحبتی که با پرزیدنت می شود به شما دوباره یکون پست دولتی، وظیفه دولتی پیشنهاد شود، قبول خواهید کرد؟ نخواهم کرد. من یک بار همین طبقون دافتیدم اکا سال 1996 بعد انتگراسیا من بس کردم. من برای خلق خودم خدمت میکنم، فقط برای خلق. صحبت بود با محمد باقروف، یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در بدخشان و پلکونیکی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان.